شورای علمای مسلمانان در مسکو با نگرانی از رید در مسجدها و به کمیسریت حربی بردن نمازگزاران نامه‌ای را با عنوان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین آماده دارد. در این باره نشریه گوارید مسکو با استناد به مرات علیموف عضو ریاست این سازمان خبر داده است. همکارم میرزانبی خالقزاد با جزئیات موضوع شناس شد و در استودیو با ماست. میرزانبی، سبب این تصمیم روحانیان چی بوده است؟ سلام به بینندگان عزیز. مومین، طور ما خبر داده بودیم روز جمعه هفته گذشته کارمندان آمان وارد مسجد کتلنیکی شده. بعد نماز گروهی را به کمیسریت حربی بردند. در بین افرادی بازداشت شده محمود حسینوف، آوازخوان شناخته روسیه هم بوده است. به گفته او در کمیسریت حربی بازداشت شده ها را مجبور میکردند که با ارتش قرارداد امضا کنند، به میدان جنگ روند. حسینوف در نوار گفت از امضای قرارداد دست میکشد، ولی او را مجبور برای خدمت به قسم حربی بردند. آوازخان سال 2014 در کریم اشغال شده شهروندی روسیه را گرفته بود. به دلیل ناخوب بودن سلامتیش خدمت حربی نکرده است و سرنوشت بازداشت شده های دیگری مسجد کتلنیکی نامعلوم است. ری در مسجد کتلنیکی بار اول نیست. در برابر بازار و خیابان و مکانهای دیگری جمع شوی مهاجران چند ماه باز نیروهای امنیتی و پلیس پیوسته مهمان مسجد و عبادتگاه ها در شهر و ناحیه‌های روسیه میشوند و مهاجران را بازداشت میکنند. و مرات علیموف، نماینده شورای مسلمانان مسکو، گفته است حالا در اکثر مسجدها چنین ریدها گذرانده می شود. این است. میرزانبی، مهاجرانی که در پی چنین ریدها در مسجدها بازداشت می شوند سرنوشتشون چی می شود و با چه مشکلی های روبرو هستند؟ بله مومین، برخی از مهاجرانی که بازداشت شده در مرکز نگهداری مهاجران در چلیابینسک بودند از آن شکایت میکنند که ماموریت بازداشتگاه آنها را اذیت میدادند و وادار میکردند که با وزارت دفاع روسیه قرارداد امضا کنند. در این باره یک شهروند ازبکستان خبر داده است. در نوار ثبت کرده او از این مرکز ورقه‌های زیادی دعوت به جنگ دیده می شود. مهاجر ازبک نقل می کند که چنین ورقه‌های ترغیباتی به همه تقسیم کرده می شوند. او را در این مرکز 13 روز نگه داشته و بعداً به وطنش راندند. میگویند در این مدت شاهد پیوستن چندین مهاجر به صف ارتش و رفتن آنها به جنگ شده است. به نقل این مهاجر به آنهایی که قرارداد امضا میکنند شناسنامه روسیه، خانه و معاش برابر به تقریبا 200,000 روبل وعده میکنند. وی گفته است به مهاجران وعده شده بود که آنها را برای کندن چاه میفرستند، اما در نهایت به جنگ و میدان جنگ سفربر کردند. پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین مقامات این کشور تلاش دارند که با هر راه و شیوه مهاجران بیشتری را به جنگ جلب کنند. تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد درباره نگرانی از رفتار مقامات انتظامی روسیه با مهاجران و جلب مجبوری آنها به جنگ در اوکراین صحبت میکرد.